محترم نمایندگان وسایط اخبار عامه، خانم‌ها و جنابان، قبل از همه می‌خواهم بار دیگر سروزیر محترم جمهوری اسلامی پاکستان جناب عالی عمران خان را به تاجیکستان خیر مقدم بگویم و برای انجام دادن سفری رسمی به کشور ما از او اظهار سپاس نمایم. مذاکرات ما چون عنعنه در فضای دوستانه و حسن تفاهم کامل صورت گرفتند. جانب تاجیکستان از نتیجه های مذاکرات سطحی عالی اظهار قناعتمندی می‌نماید و آخری های امروزه با موفقیت برگزار گردیده از نتیجه آنها بسته نوی سندهای همکاری به امضا رسید. ما از روند تماس‌های سیاسی دائمی بین دو دولت از جمله در سطح عالی اظهار قناعتمندی می‌نماییم. در رفت مذاکرات جانب‌ها امکانیت گسترش بیشتری همکاری‌های اقتصادی و تجارتی را که یکی از هدف‌های مهم و مشترک جانب‌هاست بار دیگر تاکید نمودند. در این روند نقش فعالیت کمیسیون بین‌الحکومتی باید به همکاری‌های تجارتی و اقتصادی و علمی و تکنیکی مهم ارزیابی گردید. ما اهمیت بهتر گردانیدن فضای سرمایه‌گذاری صاحبکاری و جلب سرمایه مستقیم را به بخش‌های مختلف اقتصادیات تاکید نمودیم. همزمان ضرورت افزایش حجم گردش مال میان دو کشور تاکید گردید. ما همچنین آمادگی خود را جهت توسعه بخشیدن همکاری‌ها در ساحه نقلات خاصتا جهت برآمدن تاجیکستان به بندرهای بحری پاکستان، کراچی و گوادر اظهار نمودیم. در این جهت تاجیکستان علاقه‌مند پیوستن به دالان‌ها و لایه‌های نقلیاتی منطقوی میباشد. تقویت همکاری‌ها در ساحه صنعت مهم ارزیابی گردید. ما تاکید کردیم که به همکاری‌های شریکی در مسائل مبارزه علیه تهدیدهای گلوبالی، تروریسم، افراطگرایی، قاچاق مواد مخدر و جنایتکاری متشکل فراملی ادامه می‌باشد. ضمن بررسی وضع امروزی منطقه، قضیه افغانستان در مرکز دقت ما قرار داشت. وضع کنونی در آن کشور نگران کننده ارزیابی گردید. ما همسایه کشورهای افغانستان با برقراری صلح و ثبات در این کشور اذیت دیده بیش از همه منفعت داریم و به احیای اقتصاد ملی افغانستان توجه خاص ظاهر می‌نماییم. ما برانیم که به اعتدال آوردن وضع در افغانستان همچون کشور پیوندگری شبکه‌های نقلیاتی منطقوی و بین المللی خاصتاً برای کشورهای همسایه مهم میباشد. در این ضمن اظهار امید کرده شد که صلح و ثبات در این کشور همسایه هرچه زودتر برقرار گردیده منفعت‌های تمام گروه‌های سیاسی و قومی در افغانستان به اعتبار گرفته می‌شوند. ما جانبدار حکومت فراگیر در آن کشور با اشتراک نمایندگان تمام گروه‌های اجتماعی می‌باشیم. همزمان ما تاکید بر آن کردیم که در حکومت فراگیر تاجیکان و دیگر قومیت‌ها جایگاه شایسته داشته باشند. اطمینان حاصل کردید صلح و ثبات در افغانستان فقط با همین راه تامین می‌گردد. هرچی تیزتر از بین بردن نزاع و تشنج در ولایت پنجشیر توسط اعلان کردن آتش بس و گشودن راه‌ها برای تأمین کمک‌های بشردوستانه یعنی از جانب نهادهای سازمان ملل متحد، صلیب سرخ و دیگر سازمان‌های بین المللی به مردم این منطقه از وظیفه‌های مهمترین امروزه میباشند. تاجیکستان و پاکستان به موافقه رسیدند که تمام کوشش‌های خود را برای رسیدن به این هدف‌ها
سفربر خواهند کرد. ما با اتفاق رسیدیم که برای در شهر دوشنبه گذرانیدن گفت و شنیدها بین طالبان و تاجیکان مشاهدت خواهیم نمود. در سال آینده با برقرارسازی روابط دیپلماتی تاجیکستان و پاکستان 30 سال پر می شود. ما با جناب عالی عمران خان به موافقه رسیدیم که این سنه مهم را با برگزاری چاره‌بینی‌های سیاسی سطحی مناسب تجلیل می نماییم. اکنون با کمال میل رشته سخن را به جناب عالی سروزیر جمهوری اسلامی پاکستان دوست و برادر من جناب عمران خان میدیم. مرحمت. محترم جناب عالی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، پیش از همه میخواستم من شما را با برگزاری با موفقیت جلسه سازمان همکاری شانگهای مبارکباد گویم. دوم از نام هیئت خود برای مهمان نوازی سطح بلند که نسبت ما نشان داده شد در دایره این سفر میخواستم منتداری صمیمی خود را اظهار نمایم. ما یک قطار وسیع مسئله ها را بررسی نمودیم، از جمله مسئله های سودا و اینچنین تامین رابطه های بین تاجیکستان و پاکستان توسط راه های کوتاه‌ترین و تامین دسترسی تاجیکستان به بندرهای بحری پاکستان موضوع بررسی ما قرار داشت. اینچنین ما به موافقه آمدیم که در ساحه های نساجی، داروسازی، سیاحی همکاری ها تقویت بخشیده شود. لیکن از همه مسئله نهایت مهمه که امروز برای دو کشور مسئله نگرانی کننده می باشد، این قضیه افغانستان می باشد. جناب پرزیدنت، خیلی که شما درست قید نمودید، این نه تنها برای تاجیکستان و پاکستان بلکه اینچنین مسئله صلح و ثبات در افغانستان خصوصا برای مردمی مدت دراز اذیت کشیده ایستاده افغان که در 40 سال اخیر آنها جنگ را اثر گذرانده ایستادند نهایت مهم باشد. برای همین هم ما محاکمه نمودیم که چگونه وضعیت امروزه را ما میتوانیم معتدل سازیم، چگونه ما میتوانیم کوشش های ضروری را به خرج دهیم تا آنکه وضعیت و اعتدال آورده شود. یکی از مسئله هایی را که ما را، شما را، پاکستان را، تاجیکستان را نگرانی کرده ایستاده است، این مسئله نزاع در پنجشیر بین تاجیکان و طالبان می باشد و ما امروز به موافقه آمدیم که محترم جناب عالی، شما از جانب تاجیکان کوشش های خود را به خرج می دهید و ما با پشتونی ها یا که طالبان کوشش های ضروری را به خرج می دهیم تا آنکه آنها به موافقه آیند و مسئله را توسط مکالمه حل و فصل نمایند و ما از آنها دعوت به عمل می روانیم که به خاطر افغانستان آنها حکومتی همه شمول تأسیس دهند، کشوری که در آن اقلیت های گوناگون زندگی می کنند، از جمله نمایندگان گروه های اتنیکی پشتونی که 75% و تاجیکان که گروه دوم بزرگترین گروه اتنیکی در افغانستان می باشند و اینچنین هزاره ها و دیگر نمایندگان قوم و ملت ها. و برای همین هم ما تمام کوشش های خود را به خرج می دهیم. ما البته به یگان کشور سپارش داده نمی توانیم، لیکن کوشش ضروری خود را به خرج می دهیم تا آنکه در افغانستان مسئله مذکور، خصوصا مسئله که امروز همه ما را به وجد آورده است، خصوصا مسئله وادی پنجشیر توسط مکالمه حل و فصل شود و دالان‌های کمک بشردوستانه باز کرده شود. و در همین اثنا جناب پرزیدنت، خیلی که امروز ما با شما بررسی نمودیم، این یک وقتی، یک نقطه تقدیرساز می باشد که مسئله میتواند با دو راه شود. یعنی که در دوام 40 سال که مردم افغان اذیت کشیده ایستاده‌اند، آنها میتوانند آرمان‌های خود را عملی سازند
ё ки аз ҷониби дигар агар ягон чораи зарурӣ дида нашавад низоъ бештар мешавад ва буҳрони гуманитарӣ ё ки башардӯстона бештар мешавад ва ҷангу ҷидол бештар мешавад. барои ҳамин ҳам мо намехоҳем ки ягон кас замини афғонистонро барои содир намудани амалҳои террористӣ нисбати дигар кишварҳо истифода барад, хусусан нисбати Покистон. барои ҳамин ҳам имрӯз ҳама тарафдори сулҳу субот дар афғонистон ҳастанд ва чӣ хеле ки мо имрӯз ба мувофиқа омадем, сулҳ танҳо метавонад дар он ҳолат таъмин шавад ки агар ҳукумати фарогир ё ки ҳамашумул таъмин карда шавад ки дар он тамоми гурӯҳҳои этникӣ ҷои мақоми хосаи худро ишғол намоянд. барои ҳамин бори дигар ман шуморо ҷаноби президент барои меҳмондории сатҳи баланд ва гарму ҷӯшон аз номи ҳайати худ миннатдорӣ изҳор намоям. ҳар як аъзои узви ҳайати мо аз шумо, аз меҳмондории шумо дар сатҳи баланд дар ҳайрат ҳастанд ва мо имрӯз мебинем ки шумо чӣ гуна барои рушди кишвари худ ҷон нисор карда истодаед. ман мехостам бори дигар шуморо бо ин дастовардҳо муборакбод гӯям. ташаккури зиёд.